وای کاش زودتر راننده بیاد راه بیفتیم. حالم اصلا خوب نیست. دندونم خیلی درد میکنه. دیشب به خاطر دندون من اصلا نتونستم بخوابم. چرا نمیری دکتر؟ خب عزیزم دندون پزشک خوب اینجا نمیشناسم که. روبروسا میبینی روی اون بیلبورد کنار رستوران لاله صحرا، همون دکتریه که من میرم پیشش. تازه آگهیشون هم توی آوای هراس تبلیغ کردن. آره ولی من از محیط دندون پزشکی خیلی میترسم. واقعا استرس میگیرم. دغدغه‌هاتو درک میکنم ولی اصلا نگران نباش، محیطش خیلی محیط آرومیه، کاخیه برای خودش. اگه اینجوری پس احتمالاً قیمتاش هم خیلی بالاست. نه قیمتش هم خیلی منصفانه است. دکتر نگران بیماراشه، برای همین تخفیف گذاشته. راستی امروز چندمه؟ امروز پنجشنبه 8 آذر. از امروز به مدت 1 ماه یعنی تا 9 دی ماه 10% آفر برای تمامی بیماراشون گذاشتن. چرا از این فرصت استفاده نمی‌کنی؟ تازه ویزیتش هم رایگانه. اگه بشه پس امروز یه سر بریم پیشش، من دندونمو معاینه کنه. چجوری باید بریم؟ ببین اینجا دور برگردونی که دور میزنی، خیابون مطهری، میدون خلیج فارس، روبروی دانشگاه آزادی، مسیر سرراست. عالیه بریم.